درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. امروز 28 مارس سال 2026 و من شما رو با نزدیکترین مسابقه های MMA شناس میکنم که در آنجا ورزشکاران تاجیک اشتراک خواهد کرد. شروع میکنیم از ACA که 8 مای در تاشکند در ازبکستان میگذرد و در آنجا فریدون عادیلوف بر ضد ورزشگری قزاقستانی دورین یرمکوف مبارزه میکنند. دورین یرمکوف و فریدون عادیلوف خیلی وقتی که میخواستند با همدیگر بخورند در هشت کنجا و از هر خیلی سبب نتونستند و حاضر لیگ ACA این مسابقه رو تشکیل میکند که چون که فریدون عادیلوف هم ورزشگری ACA است و دورین یرمکوف هم و فریدون عادیلوف در وزنی از 90 زیاد مبارزه میکند و دورین یرمکوف باشد 84. برای همین اونا در وزنی نیمیانه 88 مبارزه میکنند و فکر میکنم که این خیلی محاربه جالب میشود. این پیشکش رو دورین یرمکوف خودش کرده است برای ACA. او لیگ ACA رو گفته است که من میخواهم بر ضد فریدون عادیلوف در ACA اشتراک کنم چون که ما خیلی وقتی که با هم میخواستیم بخوریم و لیگ ACA روزی شده است و 8 مای در ازبکستان آنها با میخورند. فکر میکنم که در این محاربه همون فاوریت فریدون عادیلوف میباشد چون که با فکر من فریدون عادیلوف قوی تر است از دورین یرمکوف. هم گوشتینش خوب است و میبینیم. دوستان فکرتان رو در کامنت ها نویسید کی دست بالا میشود در 8 مای در ازبکستان، فریدون عادیلوف از تاجیکستان یا کی دورین یرمکوف از قزاقستان. به هر حال محاربه در تاشکند میشود و 100% باور دارم که از تاجیکستان میان برای دستگیری کردن فریدون عادیلوف و از قزاقستان و محاربه خیلی جالب خواهد شد و من امیدوارم که فریدون عادیلوف در این محاربه دست بالا میشود. میبینیم دوستان این یک محاربه خیلی جالب میشود 100%. و دوم باشد اعظم غفاروف برای داوطلبی کمربند ACA بر ضد آرین آکوپیان ارمنستانی. این هم یک شانس خوب است که اعظم غفاروف اگر در این محاربه داوطلبی حریف ارمنستانیش رو شکست دهد، محاربه آینده حتما برای کمربند ACA می شود و ما امیدواریم که اعظم غفاروف قهرمان ACA شود. این یکمین قهرمانی از تاجیکستان در لیگ ACA می باشد. دوستان فکرتان رو نویسید. اعظم غفاروف و آرین آکوپیان. اعظم غفاروف 16 برد دارد 4 باخت. آرین آکوپیان باشد 19 برد دارد 3 باخت و 1 مساوی. آرین آکوپیان خیلی قوی است و ما امیدواریم که اعظم غفاروف دست بالا می شود. من باوری کامل دارم که اعظم غفاروف اینجا دست بالا می شود و خواهد که شاید که محاربه رو بزودی به انجام دهد با طریق نکاوت یا که نکاوت تکنیکی. دوستان فکرتون رو در این بابت نویسید کی دست بالا می شود روز 8 مای در تاشکند، اعظم غفاروف از تاجیکستان یا کی آرین آکوپیان از ارمنستان. این برای داوطلبی کمربند ACA می باشد. و سیوم ورزشگر باشد این فردوس خالمراد نورماتوف از فردوس ظریپوف از تاجیکستان بر ضد خالمراد نورماتوف از ازبکستان. فردوس ظریپوف از تاجیکستان 12 برد دارد 5 باخت. خالمراد نورماتوف باشد 15 برد دارد و 10 باخت و 1 مساوی. با فردوس ظریپوف موفقیت خواهانیم. امیدواریم که او هم دست بالا می شود این 8 مای در تاشکند و 3 ورزشگری تاجیک در آنجا محاربه میکنند: فریدون عادیلوف، اعظم غفاروف و فردوس ظریپوف. دوستان ورزشکاران تاجیک را دستگیری کنید و دعا کنید که اونها در تاشکند دست بالا شوند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. این یک خیلی اگر اونها دست بالا شوند این برای ورزشکاران تاجیک در آسیای میانه یک خیلی رکلام خوب تبلیغات خوب می شود. و امروز باشد در سمره
در لیگای اوپن اف سی ورزشکاری توجیک دمیر امینوف بر ضد ریشات ادیف برآمد میکند. ما هم میدونیم که دمیر امینوف خیلی خوب جنگ میکند و ناباخت است و امیدواریم که امروز او در ثمر دست بالا می شود بر ضد ریشات ادیف. دوستان دمیر امینوف رو دستگیری کنید، دعا کنید که امروز دست بالا شود و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارد. این در لیگای اوپن اف سی در رشته ام ام می باشد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما فردا با شما نتیجه همون رقابت دمیر امینوف رو میرسونم. امیدوارم که او دست بالا می شود. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید، چون که با من 22 فالوور دیگه در کار است که من کانالم رو مانتیزاسیون کنم. برای این حتما وقتی که کانال رو کوش شدید حتما همون ابونه شوید، زنگولچه رو زیر کنید که خبرهای ورزشکاران تاجیک رو نگذرانید. دوستان خدا یار و یاورتان باد.